سلام، من کیمیا. میخوام توضیح بدم که چجوری شما میتونین یک آیکون رو توی یک لیبل یا توی یه باتن توی نرم افزارتون استفاده بکنین. برای این کارم شما فقط به نرم افزار به کتابخونه تیکینتر احتیاج دارین و به هیچ کتابخونه دیگه نیاز ندارین. اول از همه که من یه دونه ویندو درست میکنم، صفحه اصلیمو درست میکنم و بعد حالا اون لیبل یا باتنی که میخوام رو میسازم. برای اینکه شما بتونید آیکون رو استفاده بکنین، اول شما باید اون رو واسه فایلتون تعریف بکنین. هر اسمی که میخواین رو میتونین روش بذارین و بعد با استفاده از دستور فوتو ایمیج و دادن آدرس اون بهش اون رو براش تعریف کنین. آدرستون باید دقیقاً آدرسی باشه که شما اون عکس رو دانلود کردین و میخواین ازش استفاده بکنین. من چون فایلم روی این پوشه پایتون ذخیره شده، این آدرسی که میخوام برم از اینجا به بعده، یعنی PNG 48x48 و اون عکسی که حالا میخوام استفاده بکنم. باید حتما دقت کنین که آدرسش رو درست بزنین. آدرس رو وارد کردم، حالا اسم فایلم رو وارد میکنم. اسم فایلمونم دقیقاً باید همین باشه. پسوندش هم می نویسم که حتما پسوندش باید PNG باشه، به صورت PNG باشه فایلمون. بعد از این کار که برای فایلمون تعریفش کردیم، این عکس رو تعریف کردیم، اینجا ما میتونیم از اون استفاده بکنیم. استفاده که میخوایم بکنیم با دستور ایمیج به کار میبریم. من آخر همین اضافهش میکنم، میزنم ایمیج و اون اسمی که براش گذاشتم رو اینجا میزنم. شما میتونین موقعیتش رو انتخاب کنین. من اگه الان اینو بزنم به صورت پیشفرض این کنار میاد، ولی اون لیبلم و اون متنی که داشتم و نشون نداد دیگه، یعنی به مشکل خود با هم به تداخل داشتن با هم. پس این دوباره اون متنی که اینجا وارد کردم و نیاورد. برای این کار من از طریق دستور کامپاند، اگه اشتباه نگم، میتونین شما تعیین کنین که این عکس کجای این لیبلتون یا اون باتنتون بیفته. مثلا میتونه سنتر باشه، لفت باشه، رایت باشه. من مثلا میزنم که سمت چپش باشه. وقتی که این رو من انجام بدم میبینی که سمت چپش اومده. این عکسی که شما میدین میتونه سایزهای مختلفی داشته باشه، بستگی داره که اون فایلتون تو چه سایزی باشه. مثلا این 48x48 بود. عکس دیگه ای که من بهش اضافه کرده بودم با سایز بزرگتری بود، به خاطر همین توی اینجا هم بزرگتر برای من آوردش. اینجا توی باتن من اینجا آوردمش. وقتی که میخواین حاشیه خاصی دورش نداشته باشه، دور عکسمون، این رو اضافه بکنین، این دستور رو دیگه هیچ بوردری اصطلاحاً دورش نیست. من اگه این رو پاک بکنم شما میبینین فرقشو. میکنین اینجا یک خطی دور این باتنم آورد، اما اگه اون دستور می بود دیگه اون خط رو دورش به هم نمایش نمیداد.